آدم باورش نمیشه که همچین موجودی میخواد بیاد. ببینید من چند تا علامت دجال رو عرض میکنم. در روایات ما هست دجال موجودی است یک چشم که از مادری یهودی به دنیا میاد. غذاش به اندازه کوهه. فتنه و فساد شرق و غرب عالم رو میگیره و فریادش انا ربکم الاعلاست، فریاد خدایی سر میده. این 5 تا علامت رو در نظر، این تو روایات ماست. دجال که پدیده است که در آخر الزمان میاد و همه رو درو میکنه کیه؟ چیه؟ آدم وقتی روایات رو اول نگاه میکنه در رابطه با دجال که اهل بیت به ما خبر دادن در آخر الزمان درو میکنه مؤمنین رو، ابتدا وقتی آدم این روایات رو میبینه و این علائم رو اصلا باورش نمیشه همچین موجودی میخواد بیاد. یه موجودی یه چشم، غذاش به اندازه کوه، اصلا شدنی نیست. مرحوم شهید صدر تو این کتاب یک احتمالی در رابطه با دجال داده فوق‌العاده منطقی و قابل توجه که اون وقت با توجه به اون احتمال نه فقط آدم امکان برای آمدن دجال امکان پذیر میدونه، بلکه آمده و داره درو میکنه. شهید صدر میگه دجالی که اهل بیت به ما خبر دادن الزاماً یک انسان نیست که یک چشم وسط پیشونیش باشه تو باورت نشه. مگه حتما دشمن دین، دشمن خدا، دشمن اهل بیت باید ناقص الخلقه باشه؟ یعنی چی یه چشم بودن خصوصیتی نداره؟ ایشون میگه که دجال الزاماً انسان اصلا نیست. تو بعضی از روایات دجال داره که ذالک امرون، یه چیزیه. شما میدونید این کلمه امر راجب ذوی العقول به کار نمیره، راجب غیر ذوی العقول به کار میره. راجب انسان نمیگن یه چیزی، یه امر. ایشون میگه از قرائن روایی برمیاد که دجال اصلا انسان نیست، بلکه یک فرهنگ فاسدی است که در آخر الزمان تولید میشه، فرهنگ استکبار که معیارهاش معیارهای الهی نیست، معیارهای نفسانی است و اون فرهنگ فاسد همه جا رو میگیره و تمام این علائمی که تو روایات اهل بیت گفتن داره. اولا یک چشمه، یعنی اون فرهنگی که تولید میشه فقط چشم دنیایی داره، چشم مادی داره، چشم ملکوتی و الهی و آخرتی نداره، فقط چشمش به زمینه. غیب رو و آخرت و ملکوت و امثال اینا رو اصلا قبول نداره. یک چشم از مادری یهودی به دنیا میاد، یعنی فرهنگ رو یهودی‌ها تولیدش میکنن، یعنی این فرهنگ یک چشم رو یهودی‌ها تولیدش میکنن. کتابی هست اگر تونستید این کتاب رو گیر بیارید شماها به خصوص بخونید، به نام کنترل فرهنگ. یه آمریکایی نوشته که در زمان کلینتون معاون وزیر آموزش آمریکا بود، ادوارد برمن نویسنده این کتاب هست. کنترل فرهنگ با سند و مدرک این که مراکز تولید فرهنگ تو دنیا الان دست کیه، تولید خبر، تولید هنر دست کی هست، اونجا کاملا با مدرک آورده. مسلمان هم نیست که بگیم بود تعصب اسلامی این کتابو نوشته، مسیحیه. آدم بی اطلاعی هم نیست که بگیم آدم بی خبری است، معاون وزیر بوده. تو این کتاب معلوم میشه، ایشون اونجا ذکر کرده که عمده مراکز تولید فرهنگ تو دنیا رو صهیونیستا هستن که با ثروت‌های نجومی خودشون تولید دارن. دجال که یک چشمه از مادری یهودی به دنیا میاد، غذاش به اندازه کوهه. شهید صدر میگه این که در روایات ما داره که غذاش به اندازه کوهه یعنی تغذیه‌اش، یعنی اینکه این فرهنگ برای اینکه تولید بشه میلیاردها باید خرجش بکنن، هزینه انبوه برایش باید بدن. غذاش اینو هزینه انبوه باید براش بکنن تا این فرهنگ تولید بشه. این کار رو هم میکنن، ابا ندارن که یه فیلم میسازن برای اینکه ایران رو خراب بکنن، فیلم مثلا 300 میلیون ها دلار برای، مثل ماها که نیستن که بلد نباشن کار فرهنگی بکنن. وقتی بودجه کشور کم میاد اولین جایی که بودجه ها زده میشه بودجه های فرهنگی، او خرج میکنه. غذاش به اندازه کوه، هزینه انبوه میکنه. فتنه و فساد شرق و غرب عالم رو میگیره. نگرفته خونه های اهل بیتیار هم گرفته، خونه های اهل بیتیار هم اون فرهنگ شرکالود گرفته که در زبانشون یا حجت ابن الحسن عجل علی ظهوره که، اما تو رفتار و زندگیشون، تو کاسبیشون، تو هنرشون، تو معاشرتهاشون اون فرهنگ رخنه کرده. فتنه و فساد شرق و غرب عالم رو میگیره. شاید اون روایت متواتری که شیعه و سنی نقل کردن که امام زمان وقتی تشریف میاره یملأ الله به الارض قسطا و عدلا
بعد ما ملئت ظلما و جورا، وقتی حضرت میاد که ظلم فراگیر شده. ببینید تو روایت نداره همه ظالم میشن، ظلم فراگیر شده. و مهمترین ظلم در فرهنگ قرآن ان الشرک لظلم عظیم. شرک یعنی یک فرهنگ شرک‌آلود همه جا رو میگیره. قبل از آمدن امام زمان علیه السلام یک فرهنگ شرک‌آلود. شاید معنی اون حدیث اینه که همه جا رو ظلم بگیره، یعنی شرک، یعنی فرهنگ شرک. دجال چهارمین علامتش اینه که فتنه و فساد شرق و غرب عالم رو میگیره و پنجمین علامتش اینه که فریادش انا ربکم الاعلاست، فریاد خدایی سر میده، فریاد خدایی. من مقصودم همین پنجمین علامته که دجال فریادش فریاد فرعونه، فریاد خدایی. یعنی چی؟ یعنی این فرهنگ مستکبری است. این فرهنگی که تولید شده رضایت خدا و انس با خدا و مناجات با خدا، اینا براش ملاک نیست. خود ملاک، نفسانیات و لذت خود ملاک، لذت انسان ملاک. این که اومانیسم زیربنای فرهنگ غرب شد، یعنی خود بهتری، یعنی خدا بره کنار، انسان جاش بشه. خب حالا شما نگاه کنید، با این احتمال بسیار منطقی و معقولی که شهید صدر داده، دجال امکان داره بیاد یا نه؟ امکانش که چی؟ اصلا هیچی. سر بلند کرده و اومده